بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگانی معزز و مکرم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 80 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. در قسمت گذشته شروع کرده بودیم به بابی از ابواب نماز که او باب نماز مسافر و مریض بود که یکی از ابواب نماز هست و گفتم که دین مبین اسلام در تمام مجالات عبادتی و غیر عبادتی همیشه آسانی و یسر را به اتباع و به پیروان خود می خواهد و از جمله آسانی هایی که اسلام در باب نماز به مسلمان ها میسر گردانیده این است که شخص مسافر یا انسان مسافر و همچنین انسان مریض احکامی که بر بالای انسان مقیم و صحیح جور تطبیق میشه و احکام عین احکامی نیست که بر بالای مریض و یا شخص مسافر تطبیق شود، بلکه اسلام عزیز برای مسافر و برای شخص مریض احکامی را گردانیده که در او آسانی هست، چون سفر خودش مشقت است و مرض تکلیف مشقت است. در مقابل تکلیف مشقت الله متعال برای شخص مسلمان در دو حالت آسانی را قرار داده. و همچنین در مورد مشروعیت قصر در نماز در قسمت گذشته در این موضوع را هم در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم کرده بودم که یکی از آسانی هایی که اسلام عزیز برای شخص مسافر قرار داده این است که شخص مسافر در حالت سفر نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت میخواند، یعنی قصر میخواند. نماز پیشین و نماز عصر و نماز خفتن که 4 رکعتی است آنها را 2 رکعت میخواند. و در مورد مشروعیت قصر که علاوه بر آیه قرآن کریم که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، این موضوع در احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده و این احادیث را در قسمت گذشته خدمت شما عرض کرده بودم و علما هم اتفاق نظر دارند که در سفر نمازهای 4 رکعتی 2 رکعت خوانده می شود و در مشروعیت این قصر اختلاف نظر بین علمای اهل سنت وجود ندارد. و این قسمتی از برنامه ما هم به ادامه قسمت گذشته در مورد احکام نماز مسافر، شخص مسافر و شخص مریض است و در این قسمت هم در مورد مسافه قصر که شخص مسافر چه وقت میتواند قصر کند، به چه اندازه سفر کند که قصد سفر داشته باشد که بعد از او میتواند قصر بخواند، یا اندازه ای که او اراده سفر را به او اندازه دارد او چقدر اندازه خواهد باشد که در او اندازه وقتی که به او اندازه سفر کند و این شخص حق دارد که نمازهای 4 رکعتی را قصر بخواند یا اینکه احکامی که بر بالای مسافر تطبیق میشد بر بالای این شخص تطبیق شود. و همچنین در مورد مدت قصر که یک شخص به یک شهر سفر میکند تا چند روز این شخص در او شهر مسافر گفته می شود و تا چند روز حق دارد که نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت بخواند یا اینکه احکامی که بر بالای مسافر است تا چند روز بر بالای این شخص تطبیق می شود. این دو موضوع را در این قسمتی از برنامه خدمت شما در روشنایی احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان خواهم کرد. در مورد مسافه قصر که به چه اندازه انسان وقتی که سفر میکند او را مسافر گفته می شود، در این مورد علمای اهل سنت، علمای مذاهب اربعه اختلاف نظر دارند و تقریبا اقوال متعددی از آنها نقل شده که به 20 قول هم میرسد و چون حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده که مسافه در احادیث مختلف است، در بعضی کم بیان شده در بعضی زیاد بیان شده
و مشهورترین اقوال 4 قول است. قول اول این است که وقتی که به اندازه یک شب یک روز به رفتار پیاده یا کسی که سواری الاغ بوده باشد یا شتر بوده باشد یک شب یک روز سفر کند و این سفر به شکلی بوده باشد که به شکل رفتار عادی و در وسط برای نماز خواندن پایان می شود و برای استراحت و برای خوابیدن و برای راحت کردن پایان می شود و این مسافه را وقتی که به این مسافه شخصی سفر بکند او را مسافر گفته می شود و این قول یک عده از علماست و جمهور علمای مذهب مالکی و علمای مذهب شافعی و همچنین حنابله در یک روایت و علمای دیگر قولشان این است که شخصی به مسافه رفتار 2 شب و 2 روز رفتار عادی اگر سفر بکند و این شخص مسافر گفته می شود و اگر از او کم بوده باشد و این را مسافر گفته نمی شود و علمای احناف رحمهم الله قولشان این است که شخص مسافر گفته می شود که به اندازه رفتار 3 شب و 3 روز یا 3 روز رفتار عادی سفر کند اون شخص مسافر گفته می شود و بر بالای از او احکام سفر تطبیق می شود که از او جمله قصر خواندن نماز هاست و اگر از او کم بوده باشد این شخص مسافر گفته نمی شود و عده از علما از جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه قولشان این است که چون در احادیث مسافه متعدد آمده مختلف آمده در بعضی احادیث کم بیان شده در بعضی احادیث زیاد بیان شده لذا این امر برمیگردد بر عرف مردم عرف مردم هر اندازه ای را که تقاضا کرد که می اندازه یک شخص به می اندازه سفر کند او شخص حکم مسافر را میگیرد یا او شخص مسافر گفته می شود در عرف مردم هر قدر که معروف و معین بود به مو اندازه شخص اگر سفر کرد او را مسافر گفته می شود. مثلا در عرف یک مردم این است که اگر شخصی به اندازه رفتن 1 شب 1 روز سفر کرد یا گشت 1 شب 1 روز سفر کرد او مسافر گفته می شود. در عرف دیگری شاید این نبوده باشد از این کمتر یا بیشتر یا 2 شب و 2 روز یا 3 شب و 3 روز به هر حال این گفتن که برمیگرد به عرف مردم. علمایی که قولشان به این بود که شخصی مسافر گفته می شود که 1 شب 1 روز سفر کند دلیلشان حدیث متفق علیه است از که روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليل الا و معها ذو محرم. زنی که بر الله و بر روز آخرت ایمان دارد جایز نیست حرام است حلال نیست برای او که به اندازه 1 شب 1 روز به اندازه 1 روز 1 شب 1 روز سفر کند مگر با محرم بدون محرم سفر کردن نمیتواند. گفتند که این حدیث مسافه سفر را به شکل بیان میکند که وقتی که انسان 1 شب 1 روز سفر کند او را مسافر گفته می شود و از او کم بوده باشد او را مسافر گفته نمی شود و زن حق ندارد که بیشتر از 1 شب 1 روز بدون محرم سفر کند چون اگر از او کم بوده باشد او مسافر گفته نمی شود جواز داره. از 1 شب 1 روز و یا از او زیاد شد باز او مسافر گفته می شود و جواز ندارد که بدون محرم سفر کند و این حدیث در روایت متفق علیه مسیرت یوم و لیل آمده به بعضی علما دلیل گرفتن و در روایت امام بخاری مسیرت یومین آمده که به او امام شافعی و امام مالک دلیل گرفتند که لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع محرم که خانمی که بر روز آخرت و به الله متعال ایمان دارد حلال نیست برای از اون ناجایز است که به اندازه 2 شب و 2 روز سفر بکند الا که همراه شخص محرمی بوده باشد. لذا به این لفظ امام بخاری که آمده یومین به این لفظ علمای دیگر جمهور علمای مذهب مالکی و علمای مذهب شافعی و علمای دیگر دلیل گرفتند و همچنین لفظ دیگری در امام مسلم آمده این حدیث که در او 3 شب و 3 روز ذکر شده به او لفظ علمای احناف دلیل گرفتن و قولشان به این است که مسافر وقتی مسافر گفته می شود که به اندازه 3 شب و 3 روز سفر کند و لفظ او حدیث در لفظ روایت امام مسلم چنین است که لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
أن تسافر مسيرة 3 أيام فساعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها. خانمی که به خدا و به روز آخرت ایمان دارد جواز ندارد که به مسافه 3 شب و 3 روز سفر کند یا از 3 شب و 3 روز بالا، الا اینکه همراه از او پدرش بوده باشد یا پسرش بوده باشد یا برادرش یا شوهرش بوده باشد. یعنی بدون محرم جواز ندارد که 3 شب و 3 روز و از 3 شب و 3 روز زیادتر این خانم سفر کند. و همچنین جمهور علما با احادیث دیگری هم دلیل گرفتن بنابر اینکه مدت سفر یا اندازه سفر مسافه گشتن 2 شب و 2 روز است، علاوه بر روایت امام بخاری که دو 2 شب و 2 روز ذکر شده. احادیث دیگری هم هست، جمله حدیثی که امام مالک رحمت الله علیه در موطا روایت میکند از صحابی جلیل القدر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما. ایشان فرمودند ان ابن عمر کان یقصر فی 4 برد. راوی میگه که ابن عمر رضی الله عنهما وقتی که به اندازه 4 برید سفر میکردند آنها قصر میخواندند. و برید جمع برید و برید یکی از وسایل است که علما یا در احادیث یا در اقوال فقها ذکر شده برای تحدید مسافه و گفتن که انسان در 1 شب و 1 روز به اندازه 2 برید میتواند که راه برود. برای راه گشتن عادی پیاده یا به سر الاغ یا به سر شتر، برای گشتن عادی میتواند که به اندازه 2 برید راه برود. و در این حدیث آمده که ابن عمر وقتی که به اندازه 4 برید سفر میکردن نمازهای خود را قصر میخواندند، به این معنی که به اندازه گشتن 2 شب و 2 روز وقتی که سفر میکردن نمازهای خود را قصر میخواندند. و همچنین امام بیهقی رحمت الله علیه از ابن عمر و همچنین از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنند که انهما كان يصليان ويفطران في 4 برد فما فوق. حضرت عبدالله بن عمر و حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وقتی که به اندازه 4 برید که همون 2 شب و 2 روز میشود سفر میکردند، هم نمازهای خود را قصر میخواندند و هم روزه خود را افطار میکردند. بنابراین قول علمای مالکی و علمای شافعی و علمای زیادی و لجنه فتوای دائمه در عربستان سعودی و همچنین فتواهای معاصر اکثرش به همین است که مسافر وقتی مسافر گفته می شود یا احکام سفر بر بالای از وقت تطبیق می شود که به اندازه سفر کند که 2 شب و 2 روز فمافاق بوده باشد، 2 شب و 2 روز اندازه سفرش کم نبوده باشد. و علمای احناف که 3 شب و 3 روز گفتن علاوه به حدیثی که در امام مسلم روایت امام مسلم آمده درباره خانمی که برش جایز نیست که بدون محرم سفر بکند که در اون ذکر 3 شب و 3 روز آمده. علاوه به او به حدیث دیگری هم دلیل گرفتند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند یمسح المسافر 3 ایام و لیالیهن، که مسافر بر بالای جوربهای خود و بالای مسیح خود 3 شب و 3 روز مسح میکند. و گفتند که در اینجا هم تعیین کردن 3 شب و 3 روز مسح کردن بر بالای مسیح جورب دلالت به این میکند که اقل سفر 3 شب و اندازه گشتنی 3 شب و 3 روز هست. و علمایی که گفتن که جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه که این برمیگرد به عرف مردم، گفتن چون در آیه کریمه که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، وقتی شما در روی زمین سفر میکنید گناهی نیست که شما نمازهای خود را قصر بخوانید. این در اینجا تحدید و تعیین نآمده، مطلق ذکر شده. و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آنجا احادیث متعددی آمده که کم و زیاد است، لذا گفتن که این برمیگرده به عرف مردم. هر رقمی که عرف مردم بود، در عرف مردم هر اندازه‌ای که او اندازه را سفر گفته شد یا با او اندازه وقتی که شخص سفر میکنه و مسافر گفته شد با مو اندازه اعتبار دارد. هر چیزی که عرف مردم به او حکم کرد. و در بعضی احادیث هم که عبدالله بن عباس را روایت میکند که تحدید آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اندازه سفر را از مکه بین مکه و عصفان ذکر کردن و در روایت بین مکه و جده و در روایت هم بین طائف و جده شهر جده که این مسافات تقریبا
به اندازه 85 یا 90 کیلومتر است. هر یکی از اینها مسافه‌ای که بین جده و عسفان است 85 کیلومتر یا 90 کیلومتر و همچنین مسافه‌ای که بین مکه مکرمه و جده هست 85 کیلومتر و همچنین مسافه‌ای که بین طائف و جده هست به می اندازه 90 یا کم و بیش. و این حدیث همین روایت هم قوت میبخشد قول جمهور علما، قول علمای مالکی و شافعی را که مسافه قصر را 2 روز یا 4 برید تحدید کردند که مسافهش تقریبا به اندازه 86 یا 85 کیلومتر به مسافه فعلی گفته می شود. و در حدیث دیگری از این هم کمتر آمده، از جمله حدیثی که امام مسلم از انس بن مالک روایت میکند که ایشان فرمودند کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خرج مسیره 3 ایام او فراسق صلی رکعتین. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که به اندازه 3 میل یا 3 فرسخ بیرون میشدن نماز خود را قصر 2 رکعتی میخواندند و این 3 میل خیلی کم است، چون 3 میل هر میل 1 میل اندازهش 1.8 کیلومتر می باشد، یعنی 3 میل تقریبا 5.5 یا 6 کیلومتر بیشتر نمی شود و این خیلی اندازه کم تحدید شده در این حدیث. و همچنین فرسخ که 1 فرسخ 3 میل میشه، 3 فرسخ به این معنی که 9 میل میشه و 9 میل تقریبا 12 یا 13 کیلومتر میشه و در این حدیث مسافه خیلی کم تحدید شده. و لیکن بنا به قول جمهور علما که 2 روز است و بنا به قول احناف که 3 شب و 3 روز و بعضی علما هم 1 شب و 1 روز. اما این که ما 1 شب و 1 روز یا 2 شب و 2 روز یا 3 شب و 3 روز و به عرف فعلی که کیلومتر است چه رقم تحدید میکنیم، اصطلاحاتی که در علما در احادیث و در اقوال فقها برای تحدید مسافت ذکر شده، گفتم یکی برید است و یکی فرسخ است و یکی هم میل هست. و 1 شب و 1 روز علما گفتن که مسافه گشت 1 شب و 1 روز 2 برید می باشد و 1 برید 4 فرسخ است و 1 فرسخ 3 میل است و 1 میل هم 1.8 کیلومتر است. به این معنی وقتی که علما گفتن که مسافه سفر، علما که گفتن که مسافه سفر 1 شب 1 روز است، به این معنی که 1 شب 1 روز یعنی 2 برید هست و 1 برید 4 فرسخ میشه یعنی که 8 فرسخ است و هر فرسخ 3 میل گفته میشود یعنی که 24 میل و هر میل 1.8 کیلومتر یعنی 43.2 کیلومتر. پس کسایی که گفتن که مسافه سفر 1 شب 1 روز گشتن 1 شب 1 روز است، به این معنی که وقتی که شخصی به قول از اونها 42 کیلومتر یا کم و بیشتر 42.5 کیلومتر سفر میکند اون شخص را مسافر گفته میشود. و به قول جمهور علما که گفتن که مسافه سفر 2 شب و 2 روز است، 2 شب و 2 روز یعنی 4 برید میشه و هر برید هم که 4 فرسخ است، به این معنی که 16 فرسخ میشه و هر فرسخ هم 3 کیلومتر است، 3 میل است، به این معنی که 48 میل میشه و هر میل هم گفتم که 1.8 کیلومتر است، به این معنی که 86.4 کیلومتر. یعنی بنا به قول آنها شخصی مسافر گفته می شود که 86.5 کیلومتر سفر بکند، 86.4 یعنی 86.5 کیلومتر سفر بکند و شخص مسافر گفته می شود و احکام سفر بالباره از تطبیق می شود و میتواند نماز خود را قصر بخواند. و بنا به قول علمای احناف که گفتن 3 شب و 3 روز یعنی که 6 برید و 6 برید که هر برید 4 فرسخ است، یعنی می شود 24 فرسخ و 24 فرسخ هم می شود 72 میل و 72 میل هم می شود 129.6 کیلومتر. یعنی بنا به قول آنها تقریبا 129 کیلومتر وقتی که شخص سفر کند اون احکام سفر بر بالای تطبیق می شود و نماز را قصر می خواند. لیکن بنا به قول جمهور علما وقت شخصی مسافر گفته می شود که به اندازه 86 کیلومتر سفر بکند و احکام سفر بر بالای تطبیق می شود و نمازهای خود را قصر می خواند. و بعد از دیدن یک برنامه کوتاه ادامه این مطلب را در روشنای احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما تقدیم خواهم کرد.
الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغهایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان هستم. در مورد اینکه مسافه سفر چقدر هست بنا به مسافه که در عصر فعلی با کیلومتر تحدید میشه. چقدر کیلومتر یک انسان سفر کند که او را مسافر گفته می شود؟ گفتم که بنا به قول جمهور علما 86.4 کیلومتر مدت سفر تعیین شده و بنا به قول احناف 129 کیلومتر و بنا به قول بعضی علمای دیگر 42 کیلومتر تعیین شده مسافه سفر. و در مورد مدت سفر که اگه انسان به شهر سفر میکند تا چند روز در او شهر اقامت کند که او را مسافر گفته می شود و از چند روز بالا باشد که او شخص مقیم گفته می شود و بر بالای از او احکام سفر تطبیق نمی شود. این از چند حالت خالی نیست. حالت اول این است که شخصی در حالت سفر بوده باشد، در حالت رفتن در راه، این شخص به اتفاق علما مسافر گفته می شود و به اتفاق علما نمازهای خود را قصر می خواند. در حدیث متفق علیه از انس بن مالک روایت شده که ایشان فرمودند خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم من المدینه الى مکه فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا الى المدینه. ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مدینه بیرون شدیم و به طرف مکه روان شدیم. در طول راه، در رفتن و در پس گشتن همه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت سفر نمازهای 2 رکعتی خود را 4 رکعتی را 2 رکعت می‌خواندند. پس این دلالت به این میکند که به اتفاق علما وقتی که انسان در حالت گشت، در حالت رفتن بوده باشد در سفر، نمازهای خود را قصرا می‌خواند. و همچنین به اتفاق علما وقتی که یک شخصی در یک شهری میره و در اونجا نیت اقامت را میکند، یک شخصی از شهر خود به شهر دیگری میرود به خاطر طلب علم، در نیت چه است که 1 سال در اونجا میماند. پس این شخص نیت اقامت را کرده یا 6 میماند نیت اقامت را کرده و به اتفاق علما این شخص مقیم گفته می شود و نمازهای خود را کامل میخواند. و همچنین شخصی به خاطر تجارتی در شهر دیگر می رود و نیت از این را دارد که 2 ماه 3 ماه 4 ماه یا 5 ماه 6 ماه یک وقتی را پیش خود تعیین میکنه در این شهر به این مدت میماند. این شخص مسافر گفته نمی شود، مقیم گفته می شود، نمازهای خود را کامل میخواند. و حالت سومی است که شخصی به یک شهر دیگر یا شهر خود میبراید، به شهر دیگری سفر میکند و در این شهر دیگر معلوم نیست که چند روز میماند. شاید 1 روز بماند، شاید 2 روز، شاید 3 روز یا امروز فردا گفته شاید بگه که امروز کار ما خلاص شود، کارش خلاص میشه با فردا میماند و پس فردا. این شخص بنا به قول جمهور علما نمازهای خود را قصر میخواند ولو که 5 ماه و 6 ماه هم در این شهر این شخص بگذراند. اگر مدت اقامتش معلوم نبوده باشد و مشکوک بوده باشد و امروز فردا گفته بر بالای این شخص 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه هم تیر شد، باز همین شخص نمازهای خود را قصر میخواند. چون امام بیهقی رحمت الله علیه روایت میکند که ابن عمر رضی الله عنه در شهر آذربایجان تقریبا 6 ماه اقامت کردند و اقامت چون مدتش معین نبود، به خاطر جهاد رفته بودند و معلوم نبود که چه وقت پس میگردند. شاید امروز دوره چشان خلاص شد، تکلیفشان خلاص شد پس بگردن، شاید فردا، شاید پس فردا. به این شکل تا 6 ماه ماندن، تا مدت 6 ماه نمازهای خود را قصر میخواندن. و همچنین از سعد بن ابی وقاص روایت شده که ایشان در شهر نیشاپور 2 ماه ماندن و مدتشان معین نبود و امروز فردا گفته تا که 2 ماه سری از اونها گذشت، در این مدت 2 ماه آنها نمازهای خود را قصر میخوانند. پس اگر شخصی در از شهر خود میبرد در شهر دیگر میرود لیکن مدت اقامتش معین نیست و معلوم نیست که چه وقت از شهر برمیگردد و شاید 1 روز بعد، 2 روز بعد، 3 روز بعد،
به می قسم اگر چند ماه هم سر از او تیر شود پس این نمازهای خود را قصر میخواند. و حالت چهارم این است که یک شخصی از شهر خود میبراید به شهر دیگری میرود، در آن شهر مدت معینی او نیت دارد که بماند. در این مدت اختلاف علماست که او تا چند روز میتواند که یعنی اگر نیتی از تا چند روز بوده باشد میتواند که قصر بکند، از او بیشتر نمیتواند قصر بکند. اختلاف علما در این مورد زیاد است. خلاصه اقوالشان تقریبا 4 یا 5 قول است که قول احناف رحمت الله علیهم این است که تا 14 روز میتواند که قصر بکنه. وقتی که 15 روز به بالا نیت کرد حق قصر کردن را ندارد و شخص مقیم گفته می شود. از 15 روز به بالا اگر نیت کرد، اما تا 14 روزه میتواند که قصر بکند. و حنابله و رحمت الله علیهم قولشان این است که تا 5 روزه میتواند که قصر بکند، از 5 روز تا 4 روزه میتواند که قصر بکند و از روز پنجم به بالا اگر نیت کرد از 5 روز به بالا در صورت او شخص مقیم گفته می شود و قصر نمیتواند. و علمای شافعی و مالکی و روایتی از علمای حنابله این است که این شخص فقط تا 3 روز میتواند قصر بکند. وقتی که از 4 روز به بالا نیت کرد اون شخص مقیم گفته می شود، مسافر گفته نمی شود. یعنی غیر از روزی که داخل می شود در شهر و غیر از روزی که خارج می شود 3 روز دیگه هم میتواند که قصر بخواند. اگر از 3 روز بالاتر از 4 روز به بالا نیت کرد باز شخص مقیم گفته می شود و قصر خوانده نمیتواند. و روایتی از ابن عباس و علمای دیگر روایت شده که آنها گفتند که تا 20 روز هم میتواند که این شخص قصر بکند. از او با بالا این شخص حکم اقامت را میگیرد، مقیم گفته میشد و قصر خوانده نمیتواند. و چون احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد روایت شده، لذا احناف رحمت الله علیهم با حدیث متفق علیه قبلا خدمت شما عرض کردم که انس بن مالک فرمودند که ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از وقتی که از مدینه برآمدیم تا که به مکه رفتیم تا که پس به مدینه آمدیم این مدت همه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قصر میخوندن. علمای احناف گفتند که این یا اینکه سفر حجۃ الوداع مقصدشون بوده و یا اینکه سفر فتح مکه. در دو حالت در حجۃ الوداع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه 15 روز ماندن و در فتح مکه 10 روز. در هر دو مدت یعنی آنها به این معنا که قصر میخوندن. لذا از 15 روز اگر به بالا کسی بماند اون شخص مقیم گفته می شود، از او کمتر باشد اون شخص مسافر گفته می شود و میتواند که نمازهای خود را قصر بخواند. و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه روایت میکند که از ابن عمر رضی الله عنه که ایشان فرمودند اذا قدمت بلدة وانت مسافر وفي نفسك ان تقيم 15 ليلة فاكمل الصلاة. وقتی که تو به یک شهر می روی و اراده این را داره که 15 روز در این شهر تو سکونت میکنی، در اون صورت نماز خود را تکمیل بخوان. به این معنی که اگر از 15 روز کم بوده باشد تو میتونی که قصر بخونی و حکم سفر بر بالای تو تطبیق می شود. و عین روایت از صحابی جلیل القدر عبدالله ابن عباس هم روایت شده که آنها این قول را ایراد کردن و فرمودند. و علمای حنابله که گفتن که از 5 روز به بالا عمل کردن به فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که آنها در حجۃ الوداع 3 روز در مکه 4 روز در مکه بودن که روزی 4 و 5 و 6 و 7 بود. خلال این 4 روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمازهای خود را قصر می‌خواندند. و همچنین علمای مالکی و شافعی به می حدیث دلیل گرفتند، لیکن آنها روز داخل شدن اقوالشون تقریبا متقارب است، فرق نداره، چون آنها روز داخل شدن و روز خارج شدن حساب نمی‌کردند و غیر از او گفتن 3 روز دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قصر خواندند و روز 4م به طرف مینا حرکت کردند. لذا قصر تا 3 روز خوانده می شود. وقتی که از 4 روز به بالا شخص نیت کرد این شخص مقیم گفته می شود و حق قصر خواندن را ندارد. و همچنین دلیل گرفتن به حدیثی که امام برحقی در سنن خود از روایت میکنه که حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه تاجرای یهودی را منع کردند که از 3 روز از 4 روز بیشتر از 3 روز بیشتر در مدینه منوره سکونت کنند. به این معنا که چون اقامت
یهود در مدینه منوره ممنوع بود، لذا تاجرای یهود وقتی که به مدینه یا به شهر حجاز می آمدن، حضرت عمر امر کردند که از 3 روز بیشتر باید نبانند، چون اگر 4 روز به بالا ماندن اینها حکم اقامت را میگیرند و اقامت یهود در مدینه منوره درست نیست و لذا گفتند که اگر از 4 روز به بالا، این حدیث به این دلالت میکنه اگر از 4 روز به بالا باشد این شخص حکم مقیم را میگیرد و احکام مسافر سر این شخص تطبیق نمی شود و تا به 3 روز فقط احکام مسافر بر بالای یک شخص تطبیق می شود و تا 3 روز میتواند که نمازهای خود را قصر بخواند. و حضرت عبدالله ابن عباس و علمای دیگر که گفتند تا 20 روز، چون روایت های آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه 19 روز در یک روایت آمده که ایشان بودن در حجة الوداع در فتح مکه و یا در حجة الوداع قصر می‌خواندند و در روایت دیگه آمده که 17 روز و همچنین در روایتی آمده از عمران بن الحسین که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به غزوه تبوک رفتند در آنجا در تبوک 20 روز ماندن و در روایت 19 روز ماندند و در این مدت نمازهای خود را قصر می‌خواندند و لذا بعضی علما گفتند که تا 20 روز اجازه داره که قصر بخواند، لیکن علمای دیگر قولشان این است که این در حالتی است که در برگشتن مشکوک بوده باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مدتی را برای خود تعیین نکرده بودند وقتی که در تبوک رفتن یا در حجة الوداع و احتمالی بود که هر وقت یا در فتح مکه بر بگردند و این مدت که ماندن در حالت شک بوده، لذا آنها قصر خواندند. لذا وقتی که انسان در حالت شک نباشه، در حالت یقین بوده باشه، 4 روز به بالا بنا به قول جمهور علما اگر نیت کنه نمازهای خود را کامل میخواند و اگر از 1 روز و 2 روز 3 روز بوده باشد نمازهای خود را قصر میخواند و بنا به قول علمای احناف رحمت الله علیهم تا 14 روز میتواند که قصر بخواند. وقتی که از 15 روز به بالا نیت اقامت را کرد باز نمازهای خود را تکمیل میخواند و این شخص حکم مسافر را بر بالای خود نمیگیرد. و در اینجا وقتی برنامه ما به پایان میرسد و ادامه این مطلب را در قسمت آینده با شما در روشنی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان خواهم کرد. تا به او وقت الله حافظ و نگهبانتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.